аз наздикии 1000 нафар хонандагон ва ҳунармандони шаҳри ҳисор ки барои иштирок дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман номнавис шуда буданд, имрӯз 90 нафари онҳо роҳхат ба даври шаҳрӣ гирифта иштирокчии озмун буданд. иштирокчиён аз рӯи 3 номинатсия композиторӣ, сарояндагӣ ва навозандагӣ дар жанрҳои академӣ, анъанавӣ ва эстрадӣ ҳунарҳои худро пешкаши ҳакамон намуданд. چشم ساری پاکی تو را میبرم به سوی برابر. قید باید نمود که آزمون مذکور با مقصد دریافت استعدادهای نوی ساحه صنعت، رشد منبعه ملکه و مهارت کسبی بوده، هر یک اشتراکچی کوشش می‌نمود که هنر والای خود را بهتر نشان دهد. ای جان وطن جان، ای جان و جانان، ای جان وطن جان، مهری تو در جان. انا همین نورسان، انا همین جوانان، انا همین خوش استعدادها که معین میشوند، دستگیری مییابند، آینده زمینه تکامل و رشد فرهنگ هنری تاجیکستان را میگذارند و اونها میتوانند که در آینده نه تنها در یک جمهوری تاجیکستان خودمان بلکه در صحنه‌های بزرگ جهان توانند هنر و صنعت اصیل ملی تاجیک را معرفی نمایند. امیدوار هستیم که چنین چوربینی‌ها، چنین آزمون‌ها زمینه مساعد برای رشد آینده فرهنگ تاجیک گذاشته و بهترین‌ها روی صحنه می‌آیند و برای تکامل بخش‌های مختلف فرهنگ ملی نقش سزاوار خودشان را می‌گذارند. یادآور می‌شویم که طبق نظامنامه دور دوم آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من ماه‌های ایون ایول در شهر حصار و دور سوم آن ماه نوامبر در شهر دوشنبه جمع‌بست شده غالبان با جایزه و دیپلم سرفراز گردانده می‌شوند. تاجیکستان وطنم راحتی سرچمنم گربه جان سیتنم بازی تو دین نکنم. در سین و سالهای گوناگون به دور شهری راه یافتند و امروز هیئت حکمان از هنر و استعداد و مهارت آنها دیدن نمودند و بهترین پدیده ها بودند، هم در سمت نوازندگی و هم در سمت آوازخوانی که آنها موافق به خلاصه هیئت حکمان به دور منطقوی راهخط گرفتند و آینده در رشد و نموی صنعت و فرهنگ هم در سمت نوازندگی و هم در سمت آوازخوانی خدمت خواهند کرد و این یک بردباری است، هم گویم یک راهی است که آینده کودکان و هم نورسان هم جوانان و آنهایی که تا سن 40 ساله هستند به صحنه کسبی و صحنه بلند راه یابند و این یکی از مقصدهای اساسی این آزمون بانفوذ است. مسئولین معلومات دادند که سال گذشته صنعتکاران شهر حصار در آزمون مذکور اشتراک کرده نتیجه‌های نظررس را به دست آوردند. در دور نهایی آزمون 2 نفر جای اول، 2 نفر جای دوم و 1 نفر جای افتخاری را صاحب شده سزاوار مبلغ‌های پولی، تحفه و دیپلم و افتخارنامه گردیدند.